من وقتی که یک کتاب مطالعه کردم عقیده مارکس در اونجا یافتم. مارکس گفته است خدا وجود ندارد، خدا انسان را نه آفریده است بلکه انسان خدا را آفریده است. این عقیده مارکس است و این دین اسلام گفته است. در عقیده کتاب در دست ماست. این دین اسلام گفته است دینی هست که بعضی ثروتمندها این ایجاد کردن برآوردن، خود نعمت این دنیا را میخورن لکن مظلوما و بیچاره ها را به نعمت اخروی وعده میکنن. این باطل است. این عقیده باید در مردم مسلمان ما نباشد. من یک حکایه عادی یک پیرزن بر شما میکنم. برای وجود خدا دلیل آوردن. یک کمپیر، یک بیسواد، نه اونیورسیت خوانده بود، نه اینستیتوت خوانده بود، نه یگان دانشکده عالی خوانده بود. در پیش این مادر ما و شما میگه یک چرخی بافندگی داشت، رشته میبافت. مرد از او سوال کرد ای مادر آیا برای وجود خدا یگان دلیلی داری؟ این مادر میگه دست از همون چرخه خود بیرون کرد، گفت فرزند من، گفت این چرخه که در پیش من میبینی این یک اسباب خیلی خرد است. این محتاج به سوی یک حرکت دهنده است، یعنی محتاج به سوی من است. همین من حرکت میدیم حرکت میکند، وقتی دست من میگیرم از حرکت باز میایستد. فرزند من گفت تصور کن این دنیای کلان، این آسمانی بی کنار، این زمینی بی حد، این ستاره هایی که از آسمان از زمین دیده کلان هستند، سرعت حرکت تیز دارند. اگر اینا یک گرداننده نداشته باشند، اینا یک صاحب نداشته باشند، اینا با یکدیگر برمیخورند. عادی ترین یک عقیده یک پیرزن برای وجود خدا. حضرت ابو حنیفه ملحدان وقتی که این نزد پیشوای ما و شما حضرت ابو حنیفه آمدن پرسیدن ابو حنیفه برای هستی خدا دلیل داری؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن من برای این سوال شما را جواب دادن 2 روز مهلت میگیرم. گفتن میلش. بعد 2 روز وقتی که حضرت ابو حنیفه رو پرو شد به این ملحدان، ملحد گفته کسانی هستند که انکار کننده خدا هستند، بر وجود خدا باوری ندارند. گفت ابو حنیفه برای چی برای یک سوال جواب دادن 2 روز مهلت گرفتی؟ حضرت ابو حنیفه گفتند من در یک فکری بودم. یک کشتی گفتند در یک بحر حرکت میکرد، بالای خودش بسیار متاعای زیاد داشت، چیزهای دنیایی بسیار بار کردگی بود، لیکن آدم نداشت، حرکت میکرد. همون من در فکر همو بودم که حالی او چی میشیده باشد. اینا گفتن ابو حنیفه تو عقل خود خورده، نخواه کشتی در بحر به آدم حرکت کند. گفت من منتظر همین سوال شما بودم. وقتی یک کشتی در بحر به آدم حرکت نکند، این دنیا را که حرکت میدهد؟ این دنیا یا به صاحب است؟ اینقدر پرنده، اینقدر چرنده، اینقدر ماهی های در زیر بحر، اینا را کی جا بجا میکند؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. برای آدم هوشیار، برای آدمی با خرد، با عقل، باور کن عادی ترین یک برگ خودش گواهی میدهد که خدای ما و شما وجود دارد. امام مالک وقتی گفتن اثبات کن خدا را، یک برگ توت میگه گرفت، گفت اینمی برگ توت میگوید که خدا وجود دارد. یک نظر کن، گفت همین برگ توت اگر یک حیوان خورد شیر پیدا میکند، حیوان دیگر خورد گوشت پیدا میکند، همین اگه یک کیرم خورد گفت رشته پیدا میشود، اگر همین زنبور خورد عسل پیدا میشود. آیا گفت به همین باور نداری؟ دوستای خدا برای ما و شما یک عادی ترین قصه ها را برای ما و شما پیشکش کردن تا که ما و شما در دل دو دلگی پیدا نکنیم برای وجود خدا. ابو حنیفه را 10 سوال دادند، ملحدان 10 سوالش دادند. 3 سوال آخری همون چگونه بود؟ سوال بود خدا در کجاست؟ یکم سوال. دوم ابو حنیفه شما میگویید که شیطان از آتش است، از آتش آفرید از خدا شیطانه، باز در روز قیامت به آتش همین شیطان عذاب میدهد. چگونه آتش عذاب میدهد؟ و سوم این که
در ازل بنده نیکی و بدی کتابت شده است، باید که اون بنده به این نیکی و بدی دست بزند. پس چی لازم است که خدا اینها را در روز قیامت عذاب بکند؟ این سه سوالی بود که در دوره هایی که ابو حنیفه طالب بود بچه بود سوالش داده بودن. حضرت میگه چیکار کردن؟ گفتن من احتیاج به یک چیزی دنیایی دارم، برای اثبات این سه سوال شما برای من یک چیز لازم است. گفت مرحمت چیز لازم است بیار. حضرت خیستن یک کلوخی کلانی را میگه در دست گرفته آوردن و بر سر همین مردی که سوال داده بود بر سر همون با یک ضرب سختی زدن و میگه وزیرهای این کس همه هجوم کردن، دشنام دادن. گفتم دشنام ندهی، این عمل را من انجام دادم تا که از این مسئله من سه سوال شما الحال خارج می شود. گفتن چگونه؟ گفتن از همون مردی را که زده بود ابو حنیفه پرسیدش آیا از همین ضرب کلوخی که من در سر تو زدم آیا درد در وجود تو پیدا شد؟ گفت بله. گفت خونها از سر من حرکت کردن برآمدن. گفت درد از کجا برآمده ایستاده است؟ گفت از جای زخم. گفت همون درد را برای من عیان کن، نمایان کن که همون درد در کجاست. یعنی همون درد با چشم دیده می شود؟ گفت نه، درد را با چشم دیده نمی شود. گفت درد با چشم دیده که نشود این مخلوق خداست. درد این خالق از کجا دیده می شود؟ وقتی خدای ما و شما میگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، خدا خودش در سوره انعام میگوید من چنین ذاتی هستم که چشمهای شما مرا دیده نمیتواند لکن من همه شما را میبینم. و گفت سوال دادی که شیطان از آتش آفریده شده است. بله، وقتی شیطان خدا امر کرد که آدم سجده کن گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. ای خدا گفت تو مرا از آتش آفریدی و از خاک آفریدی، آتش از خاک افضلتر است، ما باید سجده نمی کنم. و این ملحد گفت تو وقتی میگوی که از آتش آفریده شده است پس چگونه آتش می سوزاند؟ گفت ای بنده نافهم، تو گفت از خاک آفریده شدی و این کلوخی که من در تاری سر تو زدم اینم از خاک بود. آیا خاک از خاک گفت عذاب نکشی؟ آیا به خاک زدم گفت تو در من نشدی؟ گفت این همون است. گفت خدا رحمت چون کند، رحمت و مغفرت چون کند. باور کن چنین جوابهای گفتن که اگر گمراه ترین انسان باشد به این جوابهای ابو حنیفه قانع می شود. و در این باب بسیار صحبتهای دارد، میخواهم دوام صحبت میریم. حضرت جواب دادن یکم این که به وجود خدا ما و شما ایمان داشته باشیم، دویم به ملائکه های خداوند ما و شما باوری داشته باشیم، سیوم به کتاب هایی که از جانب خدا آمده است ما و شما باوری داشته باشیم، و چهارم بر روز قیامتی که برپا می شود بر او ما و شما باوری داشته باشیم، و تقدیر نیکی و بدی از جانب خداست به این هم ما و شما باوری داشته باشیم. این مرد سوال دهنده چی گفت؟ راست گفتی محمد، اخبرنی عن الاحسان. سوال سیوم از تو میکنم، مرا از احسان خبر بده. احسان چیست؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رسول اکرم در جواب این مرد چی گفت؟ خدا را چنان عبادت کن که همچنانی که وی را تو میبینی، اگرچه خدا را تو نمیبینی خدا تو را میبیند. این مرد سوال دهنده گفت راست گفتی محمد، اخبرنی عن الساعه، از قیامت مرا خبر بده، قیامت کی می شود؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما المسئول عنها باعلم من السائل. جواب دهنده از سوال دهنده دیده به علم تر است. گفت پیغمبر علم من، گفت رسول اکرم ای سوال دهنده از علم تو دیده کمتر است، من در باب قیامت چیزی نمیدانم. ولکن ساخبرک عن اشراطها، لیکن ای مرد گفت من از چند نشانه قیامت بر تو خبر میدهم. رسول الله سر کردن نشانه های آخرت.
ان ترى الحفاة العرات العاله رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. پیش از آنه که این اولین نشانه‌ای که رسول اکرم خبر داد و شما معنی داد کنم، اولا شما را به این مردی سوال دینده من شناس کنم، زیرا مرد بعد این سوال ناپدید شد رفت. ثم انطلق فلبثت ملیا. عمر میگوید این مرد از جای خود خیست بعد از شنیدن نشانه های قیامت. فلبثت ملیا، پشت از همون مجلس ما بیرون شد و ناپدید شد. یا عمر اتدری من سائل. رسول اکرم گفت، عمر گفت سوال کننده را شناختین؟ این مردی که نزد شما بود آیا ای را شناختین؟ قلنا الله و رسول اعلم. پیغمبر خدا و پیغمبر او داناتر از ما، اینا نشناختین. این کی بود؟ قال هذا جبرائیل. گفت ای اصحاب من، این برادر من جبرائیل بود. جاء یعلم الناس دینهم. این به امید آن آمده بود که شما را تعلیم دهد دین شما را و از شما، و من بر سمع شما رسانیدم اسلام چیست، ایمان چیست، احسان چیست و قیامت چیست و نشانه های قیامت چیست. این جبرائیل بود. چی گفتند؟ رسول الله چگونه معنی داد کردند؟ گفتند زمان می شود ای امت من، حفات العرات العاله، کسانی که حفات بودند. حفات گفته پاپوشی نداشتند، پای افضال نداشتند، یعنی پای لوچ بودند. عرات یک کرته نداشتند که در بدنشان بپوشند. عاله طایفه که فقیر بودند، نان خورده نداشتند. رعاء الشاء کسانی که در بین شما چوپان بودند، خدمتگار ثروتمندها بودند. یتطاولون فی البنیان. زمان می شود که دولت و سولت در دست اینها می زند. زمان می شود که این پایلوچ ها، این بیک لباس ها، این کمبغل ها، این چوپان ها صاحب دولت می شوند و چکار میکنند؟ یتطاولون فی البنیان. در آشیانه انداختن، در خانه انداختن با یکدیگر مسابقه میکنند. در دوره های رسول اکرم این آشیانه هایی که در ما و شما بود اینها وجود نداشت. رسول اکرم این پیشگویی حضرت بودند، نشانه های قیامت برای ما و شما خبر دادند. وقتی گفتند این نشانه ها که ظاهر شد، امتی من هوشیار شوین که قیامت نزدیک است. پایلوچ ها و بی لباس ها و فقیرا و پادبان ها یتطاولون فی البنیان. در بنیان، در آشیانه و در خانه های زیبا مسابقه میکنند. امروز شاید که این نشانه در بین ما و شما بر علا عیان باشد. یک کنایه بود به نام هج بودگان هر کی شدند، معنای همین ندارد. در اصل بعضی از برادرهایی که صاحب دولت شدند، صاحب سولت و مال شدند، در حال به کارهای نامشروع دست میزنند، در حال طغیانگر میشوند، سرکش میشوند، تا جایی که این پول و مالی که خدا به آنها داده است در راه خیر استفاده کنند تا که در قیامت دستگیر اینها شود. نه، عکس این رفتار میکنند. زیرا که خدا در قرآن گفته است کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. سوره اقرا است، اولین سوره که بر رسول اکرم نازل شدگی است. خدا چی میگوید؟ به درستی این که آدم، انسان اگرچند که ضعیف است، عاجز است، سرکش می شود، طغیان می کند. کدام وقت؟ الرآه استغنا. وقتی که خودش به دولت می بیند، وقتی که در اطرافش و وقتی که در خزینه و صندوق خودش که مال زیاد می بیند، پول زیاد می بیند، وای در حال سرکش می شود.
این آیت میگه سبب نزولش کی بود؟ ابو جهل که یکی از دولتمندهای همون زمان رسول اکرم بود، و سوی تمام همون مردم اعلان کرد که وقتی محمد سری خودت در همون خاک میگذارد و از خدای خودش زاره میکند، مرا خبر دهین، با این پای که دارم در گردن محمد میگذارم و چهره او را در زمین خاکالود میکنم. این سبب طغیان ابو جهل بود، برای به دولت بود، برای به سولت بود. فکر کرد این دولت و این سولت شوی نجات میدهد. روز میگد رسول اکرم که چهره خودش در همون زمین پیشانی خودش گذاشت و سبحان ربی الاعلا شروع کرد و برای غم امتش گریه میکرد، ابو جهل خبر دادن ابو جهل محمد پیشانی خودش در خاک گذاشت و این ساعت ها میگذارد. ابو جهل میگد از جای خود خیست و دوان به همون جایی که محمد سجده داشت آمد. و مجرد مفسر قرآن میگوید نزدیک شد، یک چهره ناخوب در ابو جهل پیدا شد و پس گشت. میگه نزدیک نشد. وقتی از او رفیقاش پرسیدن چیکار کردی؟ پات نگذاشتی در گردن محمد؟ گفت قسم به ذات و قسم به لات و عزا، اونها یک بوت داشتن، هیکلای امروزه ما و شما واری نامه هاشون لات و عزا بود. قسم گفت به لات و عزا که بین من و بین محمد وقتی من نزدیک شدم یک چاه گفت پیدا شد، از داخلش یک اژدها گفت سرش برآورد و دهان خدا به سوی من کشاده کرد. گفت از دیدن او گفت در چهره من ترس پیدا شد. وقتی این واقعه را بر رسول اکرم حکایت کردن که ابو جهل همچنان میگوید، رسول الله گفت قسم به عظمتی آن خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر ابو جهل یک قدم پیش میگذاشت فرشته ها اعضاهای او را پاره پاره میکردند. محمد بی صاحب نیست، محمد خدا دارد، محمد در حفظ خدای خود است.